زندگیت میخوای کم و کسری نداشته باشی، هیچ وقت کم و کسری نیار، هیچ وقت. به پدر و مادر توجه کن. اگر فوت کردن مراقب باش که بعد از هر نماز واجب برایشون حمد و سوره بخون. هیچ وقت تو زندگی کم و کسری نمیاری. اگر پدر مادری رو که از دنیا رفتن بعد از نماز واجبتون یاد کنید و براش حمد و سوره بخونید، گاهی سوره یاسین هدیه کنید. و اگر زنده هستن با شما بد اخلاقی کردن، تندی کردن، شما جوابشون رو نده. خیلی چیزا گیرت میاد. با نگاه محبت بهشون نگاه کن، سرتو بنداز پایین. اصرار نداشته باش که جوابشو بدی. اگر جوابشون رو بدی خیلی چیزا رو از دست میدی. اگر این احترام رو بذاری کم و کسری تو زندگیت نمیاری. هیچ وقت کم و کسری نخواهی داشت در هیچ چیز. لذا حواسمون به پدر مادر زنده و مردمون باشه.